سرخط مهمترین خبرها: رستم امامعلی برای فوتبال بازان $600,000 می‌دهد. شکایت از زیاد شدن نوبت‌پایی ماشین‌ها در گذرگاه آیبک و قضیه عبدالله شمس‌الدین پسر یک از فعالان مخالفین حکومت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 31 ینور سال 2024 است. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی به دسته منتخب ملی فوتبال کشور برای راه یافتن به دور 8 نهایی جام آسیا 2023 و پیروزی بر دسته امارات متحده عربی در عموم $450,000 جدا کرده است. به اطلاع فدراسیون از 30 ینور در صورت پیروزی بر تیم ملی اردن در دور 4 نهایی جام آسیا، منتخب تاجیکستان $200,000 دیگر به دست خواهد آورد. جام آسیا 2023 در قطر جریان دارد، اما مقامات در خبر رسمی منبع این جایزه را که فعلا به بیش از $600,000 میرسد اشکار نکردند. معلوم نیست آن را از بودجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان میدهند، حکومت یا جای دیگر. رستم امامعلی پسر پرزیدنت تاجیکستان رئیس مجلس ملی و همزمان شهردار دوشنبه است. رستم امامعلی 12 سال باز ریاست فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به عهده دارد. منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود در قسم نهایی جام آسیا هنرنمایی دارد و با راه یافتن به دوره 4 نهایی مسابقات دستاوردی را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد. بعضی کاربران رادیوی آزادی میگویند دوام 4 روز اخیر گذشتن به ازبکستان توسط گذرگاه فاتح آباد یا آیبک مشکل شده است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشت 4 روز باز در نزد گذرگاه آیبک منتظر گذشتن به ازبکستان است. این کاربر میگویند مقامات تاجیکستان سبب را به تفتیش زیاد در طرف ازبکستان شرح دادند. یک مسئول اداره گمرکی گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی این حالت را تصدیق کرد. مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت 1 یا 2 ماشین را اجازه عبور می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان هنوز مسئله را رسما شرح ندادند. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین هایی که از تاجیکستان به ازبکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. سال 2023 در انشاءات‌های این 3 ساله تاجیکستان 52 حالت ناخوش ثبت شده است که باعث مرگ 36 و مجروح کردن 34 نفر گردیده است. مسئولین خدمات نظارت بی‌خطری در صنعت 30 ینور گفتند حادثه‌های ناخوش و همین طور فوت کارگران نظر به سال 2022 زیادتر بوده است. در آن سال در تاجیکستان 40 حادثه ناخوش ثبت شده بود که سبب مرگ 25 نفر گردید. مسئولین این نهاد گفتند زیاد شدن فوت کارگران در سال گذشته این به زهرآلود شدن کارمندان اداره خواجگی آب پنجکن بستگی دارد. ماه می سال گذشته 7 کارمند اداره خواجگی آب شهر پنجکن هنگام کار زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. ژنرال شریف نظرزاده از مقام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستانی بدخشان برکنار و در حال سردار اداره پلیس ختلان تعیین شده است. در دوره کار نظرزاده ولایت مختار کوهستانی بدخشان شاهد اعتراض ساکنان و سرکوب به قبل سازمان‌های بین‌المللی بی‌رحمانه آن بود. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ختلان خبر داد که شریف نظرزاده روز 3 ینور به حیث سردار نوی پلیس در ولایت معرفی شد. رهبران نهادهای قدرتی در ختلان بعد انتقاد تند امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت برکنار شدند. از جمله دادستانی ولایت و شهر کولاب را هم از کار گرفتند. منبع‌های رادیو آزادی در دادستانی ختلان با تصدیق این خبر روز 25 ینور گفتند برکناری دادستانی‌های بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت همان دوام دارد. با گفته آنها قطب‌الدین داستی‌زاده روز 24 ینور از وظیفه رانده شد. چیز و چارش را گرفته از کولاب رفت. تا حال کسی به جای داستی‌زاده تعیین نشده است، گفت یک منبع آگاه از برکناری‌ها. قطب‌الدین داستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دادستان شهر کولاب تعیین شد. تا آن وقت معاون دادستان نقلیات تاجیکستان بود. روز 19 ینور پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کار سرداران نهادهای حفظ قانون ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دستجمعانه از کار دور کرده شوند. 3 روز بعد از اظهارات امامعلی رحمان 22 ینور دادستان نوی ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت به جای عبدالرحیم رحیموف دادستان سابق ولایت ژنرال جمشید میرزا خانزاده تعیین شده است.
جمشید میرزا خانزاده تا این وقت سردار ریاست دادستانی کلی تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. این منبع اضافه کرد که محمد رضا خلیفه زاده به جای رحمان علی امامزاده معاون دادستانی ولایت تعیین شده است. خلیفه زاده تا در دادستانی کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانونگذاری در مورد انداز، حمایه و دستگیری دولتی صاحبکاری کار میکرد. آخرهای ماه نوامبر سال گذشته دادستان منطقه کولا بعد بحث تقسیم زمین از وظیفه رانده شد. حالا حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کولا به ولایت ختلان تعیین شده است. مظافروف تا رسیدن به این منصب در دادستانی کل به حیث سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات امنیت ملی فعالیت داشت. منبع‌های ما در ولایت ختلان گفتند هر سه منصبدار نفتعین زادگان ناحیه شمس‌الدین شاهین و تیمور ملیک و هر سه از دادستانی کل تاجیکستان هستند. یک سازمان معتبر حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یک از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک کند. دعوت دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش درباره عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمس‌الدین پسر یک از فعالان مخالفین شمس‌الدین سعیدوف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش روز 3 انور گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمس‌الدین را پیگیری می‌کنند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می‌تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. دیدبان حقوق بشر افزوده است مقامات آلمان نباید عبدالله شمس‌الدین را به تاجیکستان بازپس می‌فرستادند چون آنجا همیشه خطر عذاب و شکنجه شدن مخالفان دولت وجود داشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بخانزاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 انور را فرا می‌گیرد. سال 819 را تاریخشناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان مینامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمروی پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها ابدار میکنند که در نهایت سبب به دست حربیان ترک ارتش گذشتن حاکمیت شد. 31 январи соли 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان می‌شتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کاری تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کم حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان январи سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان این کم سابقه ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان در مکتب‌های دولتی بود. اخیراً قلابان با ساخته‌کاری کردن برنامه رادیوی آزادی کنکورس دروغین را اعلام کردند. قبلا دادستانی کل هم خبر داده بود که قلابان با سوء استفاده از نام شخصیت و شرکت‌های معروف ساکنان را فریب داده مبلغشان را از خود می‌کنند. کارشناسان یک سبب به دام چنین قلابان افتیدن مردم را در کم بودن دانش رسانه‌ای آنها میگویند. درس‌های سواد رسانه‌ای رادیوی آزادی به شما کمک می‌کنند که دانش خود را در این بخش زیاد کنید. هر سال ما در زندگی روزمره خود به خاطر کار، معاشرت و ارتباط یا مدیریت مالی هرچی بیشتر به فناوری‌های رقمی تکیه می‌کنیم. اما در برابر راحتی‌های دنیای رقمی، تهدیدهای نو به نو به خصوص در موضوع محافظت اطلاعات شخصی ما نیز به میان می‌آیند.
طبق پژوهشی پانیمون اینستیتوت در سال 2018 مقدار نشر اطلاعات یا خود رخنه شدن معلومات شخصی نسبت به سال قبلی 126% افزایش یافته است. تنها در نیم سال اول سال 2019 بیشتر از 3800 چنین حالت رخ داده است که به زیاده از 4.5 میلیارد ثبت تاثیر گذاشت. این ارقام نگران کننده هشدار می‌دهد که مسئله محافظت معلومات شخصی ما در اینترنت از هر وقت بیشتر مبرم است. معلومات شخصی همون اطلاعاتی است که با استفاده از آنها یک شخص خاص شناخته می شود. به این اطلاعات به مانند نام خانوادگی، سراغ رقم تلفن، سراغ الکترونی، اطلاعات مالیوی، معلومات نامه طبی، عکس‌های شخصی و دیگر جزئیات شامل است. در ماده 1 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ معلومات شخصی عباره معلومات شخصی چنین توصیف شده است: معلومات شخصی معلومات درباره دلایل‌ها، واقعه‌ها و حالت‌های حیاتی سوبیکت معلومات شخصی که بیانیت کننده شخصیت او امکان می‌دهد. واقعاً معلومات شخصی ما در اینترنت خود از خود پیدا نمی‌شود. عادتاً ما آنها را خودمان هنگام ثبت نام در وبسایت‌ها یا پرداخت مبلغ خرید الکترونی، مدیریت صحیفه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی یا جستجوی کار و پیدا کردن شناسایی نو آنجا می‌گذاریم. در برابر باور کردن معلومات شخصی خود در سامانه‌ها ما در نزد قلابان و مکاران آنلاینی آسیب‌پذیر می‌شویم. دزدی معلومات شخصی و حمله‌های هکری نسبت به آن که ما فکر می‌کنیم بیشتر رخ می‌دهند. در دنیای رقمی امروزی درک و احترام به حریم خصوصی معلومات شخصی جنبه خیلی مهم اعتراف شده است. اولا از معلومات شخصی می‌توانند برای دزدی پول شخص یا قلابی از نام آنها استفاده ببرند. مثلا با دزدیدن معلومات شناسنامه شما، بدکاران می‌توانند به نام شما از بانک‌ها قرض گیرند و یا کارت‌ها تهیه کنند. ثانیاً معلومات شخصی امکان می‌دهد که توسط پهن کردن اطلاعات بر دروغ، آبرو و نفوذ شخص دستکاری و زیر نظارت گرفته شود. نهایت رخنه شدن معلومات شخصی احساس امنیت شخصی آدمان را ضعیف می‌کند، زیرا آن حریم حیاتی شخصی را در بر می‌گیرد. از این رو محافظت مخفیت معلومات شخصی در اینترنت امروز از هر وقت مهمتر است و این هرگز معنی آن را ندارد که شما باید استفاده اینترنت را قطع کنید. در جهان معاصر این امکان ناپذیر است. مهم آن است که مسئله تامین بی‌خطری در اینترنت را فراموش نکنید. شما معلومات شخصی خود را در شبکه اینترنت با نیت‌های نیک جای می‌دهید، اما وقتی که اطلاعات به دست بدکاران می‌رسد، این به مشکلات تبدیل می‌یابد. کارشناسان ساحه امنیت سایبری توصیه می‌دهند که قاعده‌های معینی رفتار آنلاینی رعایت کرده شود. از جمله برای تأمین با اعتماد محافظت معلومات شخصی شما در اینترنت، اجرایش این اصول‌های اساسی مهم است. مقدار معلومات شخصی را که شما در اینترنت مبادله می‌کنید کاهش دهید. معلومات نالازم را در وبسایت‌ها و پروفیل‌های شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نکنید. خدمت‌رسانی‌ها و برنامه‌هایی را که شما با آنها معلومات شخصی خود را باور کردنی هستید، با دقت انتخاب کنید. سیاست رازداری را در آنها بررسی و ارزیابی کنید. برای همه حساب‌ها گذرواژه‌های قوی و بی‌نظیر را استفاده برید. تا حد امکان از اصالت سنجی 2 عامل با ثمر استفاده نمایید. به طور منتظم نرم افزارها را در همه دستگاه‌ها نو کنید تا آسیب‌پذیری‌های بی‌خطری رفع شوند. به خاطر محافظت از نرم افزارهای ضررآور، از برنامه‌های ضد ویروسی استفاده ببرید. هنگام کار در شبکه‌های جمعیتی وای فای حتما از VPN به خاطر رمزگذاری ترافیک استفاده برید. پیش از آن که اطلاعات شخصی را وارد نمایید، سامانه و برنامه‌ها را با دقت از نظر گذرانید تا که مورد فیشینگ یا قلابی رقمی قرار نگیرید. نسخه احتیاطی داده‌های مهم را به خاطر برقرارسازی در حالت هجوم‌های هکری یا آسیب دیدن دستگاه آماده نمایید. در شبکه‌های اجتماعی احتیاطکار باشید. از افشای معلومات شخصی خودداری کنید. با رعایت این توصیه‌های عادی، شما سطح حفظ معلومات شخصی خود را در اینترنت به طور نظررس افزایش می‌دهید. باید در خاطر داشت که حفظ اطلاعات شخصی در اینترنت توجه دائمی و برخورد آگاهانه را طلب می‌کند. پیروی از این تدبیرها به کاهش دادن خطر فاش شدن یا نادرست استفاده نمودن معلومات شخصی شما کمک خواهد کرد. فیشینگ، اینترنت بانکینگ و ترویان‌های بانکی، تهدیدهای آنلاینی چنین است عنوان درسی منبع ما که منظوری شما خواهد شد. با درس‌های سواد رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان تقریباً به تغییر بود. صبح امروز 1000 روبل به 117-121 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نوید بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان روز خوش تمنا داریم.